الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، اهل توحید، امروز من میخواهم به شما حقیقت جهمی ها را بیان بکنم و به این تهمتگران، متهمان، متکبران، بندگان قرضاوی و سگان اردوغان جوابی داشته باشم. بله، یک چند روز قبل جواب اول را ما به اینها دادیم. حالا باشد این جواب دوم به بندگان قرضاوی و سگان اردوغان، این اشاعره جهمی های زمانه فریب کرده که از خری سیاه رافضه هم گمراه ترند. این جهمی ها به شما حقیقتشون بیان کرده می شود. وقتی که ما در رد اول به شما گفتیم که اون کسانی که دعوتگر در کانال نجم تیوی هستند، ابراهیم سید نوری‌الدین و اینچنین ادهم، و یکی از اینها که در نجم تیوی نیست، این عبدالله عاقلزاده حزبی اشاعره. بالاخره از همین سه نفر، ابراهیم سید نوری‌الدین و عبدالله عاقلزاده، این دو نفرش اشعری هست، اشعری خالص، بندگان قرضاوی. البته ادهم حیدرزاده را او در مسئله اسما و صفات اشعری نیست، و البته که قرضاوی را هم مثل که اینها به خودشان راب گرفته است. حیدرزاده به خودش بگیم ادهم حیدرزاده در باب قرضاوی فکر میکنم مثل اینها گمراه نیست، ولی کمبودی ادهم حیدرزاده و مشکلیش در دیگر جانب است که ما گفته بودیم. ولی با وجود همین هم ادهم حیدرزاده همراه اینها اهل سنت و جماعت را تکفیری میگوید. اهل سنت و جماعت را اینها تکفیری میگوید. وقتی که ما به اینها رد کوبنده دادیم، یک مقاله جدید در رد من نوشتند. البته چونان گفتمشان در مقاله جدید، چونان گفتمشان که به گفتن راست نمی آید که به شما ان شاء الله منتشر خواهیم کرد و در آینده ما نقشه های بزرگتری در این مقاله. اما من گفتنیم اینها ما را تکفیری گفتند. فهمیدید؟ عبدالله عاقلزاده، یک اشعری و بنده قرضاوی، و ابراهیم سید نوری‌الدین، ادهم و گرد اطرافش بوده ها، ما دیدیم که حتی دو سه نفرایی که در نجم تیوی هستند در دفاع قرضاوی و در تکفیری خواندن ما لایک مانده ایستادند. یعنی این نجم تیوی همین خیلی هستند، همه‌شان قرضاوی را یکی از امام های بزرگ و دینشان دین قرضاوی است، و اما کسانی که دینشان موافق دین قرضاوی نیست، دینشان موافق دین سلفی صالح است، اینها در نزد یعنی این نجم تیوی کارگرانش خوارج است. یعنی هر کسی که اعتقادش مخالف اعتقاد قرضاوی باشد و هر کسی که اعتقادش موافق سلف باشد، این خوارج بوده است. زیرا علمای اینها قرضاوی 100 مجلد کتاب نوشته، والعیاذ بالله. البته ما در مسئله بیان کفرهای قرضاوی در آینده در رد سوم به شما صحبت میکنیم. دین ما یگان جای پوشش ندارد، فریب و نیرنگ ندارد، تقیه این چیزا نیست. آشکار است قرضاوی کفرش آشکار است.
الحمدلله که علمای اهل سنت و الجماعت زنده اند و من در همین گروه هم به زبان عربی دو کتاب بزرگترین را، یکی از کتاب‌های خیلی واضح‌تر را در حق قرضاوی گذاشتم که یکیش شیخ مقبل ودیعی یمنی، اسکات کلب الواعی یوسف القرضاوی گفته، ساکت کنانیدن سگ وحشی یوسف قرضاوی گفته تمام کفراش برات میزند. و یکی از ابو سلمان سومالی، یکی از علمای پیشتر ختم کرده جامعه مدینه، یکی از شاگردان بزرگ علما، یکی از اصولی که تکفیر القرضاوی هم گفته نوشته و غیر از این ده ها کتاب دیگر که در حق قرضاوی نوشته شده. علما خوب نیستند، کی ها این کتاب ها نوشته شده و تا به حال علما نوشته شده. اما این کسانی که خودشون را وانمود میکنند به مانند نجم تیوی، دعوتگران نجم تیوی و بخصوص ابراهیمش، و بعد از این یک عبدالله عاقلزاده که در نجم تیوی نیست و الهیده از اینا هست، یک حزبی خبیث کوسه که رسم قرضاوی را داشت، بعد از رد زدن ما یک بار همه رسمش هم پاک کرده است. بالاخره اینها وانمود میکنند که اهل سنت هستند. قسم به الله ذره بوی اهل سنت رو ندارند. دینشان فقط دین قرضاوی است. قسم به الله در حق قرضاویشان این کسی که ربش گرفتند هم جاهلند. اینها به مانند یهودند که گمراه گشتند. اتخذوا احبارهم اربابا من دون الله. چگونه که یهود ارباب و احبار و بگویم رهبان، علما و پیشواهای خود را به خود رب گرفته بودند و هر چیزی که این علمایشون میگفت اگرچه حرام الله را حلال کند یا حلال الله را حرام کند، اینها موافقت میکردند. ما این جهمی های زمانه را میبینیم که قرضاوی را به خودشان رب گرفتند. هر چیزی که او گفت همون قرآن بوده است، همون سنت بوده است، همون حق بوده است و مخالفت به او تکفیری خوارج بودن بوده است. شما فهمیده ایستادید اینا کی را خوارج میگن؟ شما فهمیده ایستادید که اینا کی ها را تکفیر میگن؟ تکفیری در نزد اینها همون اعتقاد عیناً اعتقاد رسول الله است، اعتقاد ابوبکر و عمر 10 یار بیشتی و اهل بدر و بیعت الرضوان است. یک بار کفر، یک بار تکفیر میکنه. اعتقاد سلف صالح است که در نزد اینا تکفیر است. خوارج کس؟ خوارج هم همون کسی است که اعتقادش به مانند اعتقاد پیامبر و صحابگان و تابعین شاگردان پیامبر باشد و اعتقادش مخالفت به اعتقاد قرضاوی کند. یعنی هر کسی که اعتقادش مخالفت به اعتقاد قرضاوی کرد و یا هر کسی که قرضاوی را زندیق گفت و انکار کرد و رد زد و قبول نکرد، یک جهمی و بال نامید، در نزد اینها انا همون خوارج است. الله المستعان. بمورید شرمنده ها. قسم به الله من فکر میکنم که الله به بالای شما غضب کرد. با وجود این که ما از پشت شما اصلا نبودیم، الله شما را همچنین قرار داد که به دهان خودتان اون در قلبهایتان اعتقاد پوسیده و نهوگیر کردید. قسم به الله وقتی که در این مدت 2-3 روز نوشته های اینها رو میخوانم تعجب میکنم به جهالت اینها، به کفر اینها، به احمقی اینها. قسم به الله کودکان و فرزندان موحدین از اینها الله را زیادتر و خوبتر میشناسند و توحید در توحید از اینها خوبترند. اصلا از کفر به طاغوت خبر ندارد، از ملت ابراهیم خبر ندارد. کفر به طاغوت ملت ابراهیم رو خوارجی، گمراهی، ضلالت میدارد. و عجبه به این ضلالت، به این مدعیان قرآن و سنت که چیزهای عادی ترین را که یک مسلمان عادی باید فهمد نمیفهم. مثلا امروز موضوع ما انکن داخل میشویم به این موضوع. ما یک موضوع امروز به اینها رد میزنیم در این رد دوم. ببینید میگه از این تکفیری ها ابو محمد تکفیری و غیره احتیاط کنید. دلیل ما انا علما میگه، یکی از علمای بزرگترینی که میگه اعتقاد سلف را بیان کرد قیروانی، معروف است عقیدت المغربیه، یا که القیروانی یکی از علمای مغرب بودند، یکی از علمای متقدمین
رحمه الله، یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت و ما قبول داریم و این کتاب شرح هم دادگی هستیم برادران که عبدالعزیز الطریفی خیلی زیبا، شیخ عبدالعزیز الطریفی او الطریفی خیلی زیبا شرح میدهد. المغربیه گفته. بالاخره از همون یک سخنشون را آوردن که میگویند که اهل سنت و الجماعه به اجماع صاحب گناه را به همه گناه یک صاحب گناه را تکفیر نمیکند. انا همین سخنی کی است؟ لا نكفر احدا بالذنب، یگان کس به ذنب به گناه خارج نمیکنیم و این فقط در این کتاب است برادران عزیزم. این فقط در کتاب عقیده قروانیه، در کتاب حرب ابن اسماعیل کرمانی به اجماع هست که اهل سنت و الجماعت یگان نفر را به گناه به ذنب خارج از ملت اسلام کرده تکفیر نمیکنند. به اجماع در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین سلف صالح این چنین ابو زرعه الرازی ابو حاتم الرازی گفت، وفات کرد 266 هجری 279 هجری. و این چنین در کتاب السنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل است. این چنین در کتاب حنابلة از احمد ابن طبقات الحنبلة از احمد ابن حنبل است. و این عقیده را من حالا میتوانم از ده ها کتاب سلف صالح اثبات کنم و این عقیده ما است. بله ما میگیم که یگان نفر از مسلمان هایی که از اهل قبله هستند به سبب گناه های کرده اشان از اسلام نمی براریم و یگانه خوارج ها بودند که یک مسلمان را به سبب گناه از اسلام بیرون میکردند. اینجا مقصد از این سخن چی است؟ خودی ابراهیم قاشکمان سید نوریدینی بنده قرضاوی سگ اردوغان در زیرش شرحی شیخمان عبدالعزیز طرفی را آورده است. عبدالعزیز طرفی میگن که به اجماع علما، به اجماع چی؟ کسی که خودکشی میکند، کسی که زنا مثلا میکند یا شراب مینوشد و گناه های کبیره غیبت و این چیزا را میکند، به اجماع علما این چنین انسان ها از اسلام خارج نمیشوند، تکفیر کرده نمیشود. این گناه کبیره است. خیلی که یک شراب نوش به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد یک مرتبه جذاب، یعنی در زدن آمد شراب نوشیده می اومد. حتی یک حالت شد که یک شراب نوش آمد، صحابه گفتن که سبحان الله، گفتن ما اکثر ما، گفتی چقدر این بسیار آورده میشه، یعنی چقدر حالتی زیاد مستیش رو میبینیم. لعنه الله، گفتن الله این بسیار شراب نوش لعنت کند. پیامبر گفتن که لا تلعنه، این بسیار شراب خور را لعنت نکن، فانه یحب الله و رسوله. این اگر چه شراب می نوشد اما الله و رسول دوست دارد، زیرا که موحد بود، یکتا پرست بود، گناهی کبیره داشت. شراب را حرام میگفت لیکن به سبب ضعیفی ایمان می نوشید. این گناهی کبیره است. نه رسول الله صاحب گناه کبیره را تکفیر کردن، نه صحابگان و نه تابعین و یگان نفر از اهل سنت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کسی که لا اله الا الله را بگوید و طبق این كذلك زندگی کند يدخل الجنه او دخل الجنه، داخل جنت می شود. یکی از و این زنا و این سرق، اگر زنا کند هم دزدی کند هم، پیامبر میگن که و این زنا و این سرق، اگر چی زنا کند و دزدی کند همین حرام گفته از سبب شهوت و اینو آن کرده باشد، این آدم موحد و یکتا پرست باشد، شرک اکبر کفر اکبر نکرده باشد، عاقبت الامر جنت میره. یعنی در زیر مشیت الله است. الله خواهد کسی رو میبخشد، خواهد جزا میدهد و بعد از شفاعت و بخشش اینا به جنت میره، لیکن بالاخره عاقبت جنت است و این به اجماع است. من فکر میکنم در این باره زیاد صحبت نمیکنیم. من به شما میگویم که هر کسی میخواد که عقیده اهل سنت رو در این با فهمد و عقیده جهمی ها و خوارج ها رو فهمد، حلقه های رقمی 22 23 24 یا 21 و 22 از 20 بالا خوارج شناسی را 3 حلقه را گوش کنند که ما در گناه کبیره تکفیر کردن خوارج ها رد زدیم و همه آیات را آورد و همه احادیث را آورد. مثلا مسلمان به مسلمان جنگ کردنش، خود شمشیر را به شمشیر میگیرد، به همدیگر جنگ میکنه، این چی است؟ کفر است، اما کفر اصغر است، گناه کبیر است. خیلی پیامبر گفتن سبب المسلم فسوق و قتال او کفر، دشنام دادن مسلمان فسق است و جنگ کردن با او این کفر است. اما الله در آیت قرآن چی گفت؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو طایفه از مؤمنان با همدیگر جنگ بکنند در بینشون اصلاح کنید. پس جنگیدن مسلمان به مسلمان
این کفر اصغر است، زیرا که الله این دو طایفه که به هم دیگر جنگ میکنن مسلمان گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتن که اذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار. اگر دو مسلمان با شمشیرش به هم دیگرش روبرو شود، کشنده و کشته شده دوزخی است. اما هر دوش را مسلمان گفتن دوزخ در وقت هم جنت میرن. عاقبت الامر بعد از این پایان شدن گناهش. مقصد چی است؟ نه قرآن نه سنت به گناه کبیره هیچ کس را تکفیر نکرده است. اما تکفیر نکردن به گناه کبیره این حجت نیست که این دلیل ها رو بیاری که سلف صالح، بگیم قرآن سنت سلف صالح به گناه کبیره تکفیر نکردن و بعد از این خوارج بگویی کسانی رو که به شرک اکبر و کفر اکبر تکفیر میکنه. یعنی بار دیگر میگم، هرگز این حجتی که اینها آوردن که به گناه کبیره سلف صالح تکفیر نمی کردند، انا ببینید که مدنی خوارج است، این حجت برایشان نیست، برای اینکه اعتقاد ما عیناً همین اعتقاد است، ما گناه کبیره که تکفیر نمیکنیم. اما این حجت نیست، یعنی دلیل هایی که در منع تکفیر گناه کبیره آمده است حجت برای منع شرک. یعنی این جهلا، همین ابراهیم قشقلم احمق و هم گرد و اطرافش که همه به این لایک مونده و همین عقیده را درست و صحیح پنداشته ایستاده، همه اشون عقیدهشون همین است. خوبسا یک نفرش لااقل نمیگوید که فرق است بین گناه کبیره و کفر اکبر و شرک اکبر. یک نفر نمیگوید. چرا؟ یا همه اشون جاهل هستند و هم عقیده هستند و احمق هستند، گمراهند، یا اینها عاطفی هم آدم پرستند که همدیگری رو همچنین زلالتش رو بینند هم به خاطر عاطفه همدیگری حق رو نمیگویند. الله المستعان. و من فکر میکنم اینها هر دویشون هستند، هم جاهلند، احمقند، گمراه، ضال و اشاعره، ماتریدی، جهمی و غیره. زیرا که از در نزد یگان علمای اهل سنت برجمه دینو تعلیم نگیرید، که در نزد علمای اهل سنت تعلیم گرفته است. به من بگوید یک عالم اهل سنت رو بیارد، 3-4 روز است که فقط علمای اشاعره رو میارد. آخرین عالمی که آورد این قیروانی رحمه الله و عبدالعزیز طرایفی حفظه الله، این علمای اهل سنت رو آورد. سخنشون حق است که سخن اونها این است که اهل سنت به گناه کبیره تکفیر نمی کند، به گناه کبیره نه پیامبر نه صحابه هیچ کسی تکفیر نمی کند. و عبدالعزیز طرایفی حتی تعریفی نوشتند که یعنی کدام گناه ها، کشتار، خودکشی، مثلا دزدی، گناه های کبیره رو حتی مثال آوردند و خودش نوشتگی است، همینجا آوردگی است. آیا شراب نوشی، زنا، دزدی، خودکشی، جنگ کردن و غیره این برابر به شرک اکبر است؟ این برابر به کفر اکبر است؟ هرگز نه. اما در نزد جهمی ها شرک اکبر هم به مانند یک شراب نوشیدن است، کفر اکبر شراب نوشیدن است. یعنی یک نفر رفته سجده به قبر میکند، یک نفر به حکم غیر الله حکم میکند، یک نفر قانون میبرد، یک نفر مراجعت به محکمه طاغوتی میکند، یک نفر سجده و نمازش قبر میکند، یک نفر توکل به غیر الله میکند، یک نفر رفته از قبر طلب جلب منفعت و دفع مضرات میطلبد، به من کمک کن یا من نجات ده. یک نفر جن پرست است و یک نفری که آشکار واضح الله دشنام میتید، رسول الله دشنام میتید، قرآن زیر پا میکند، دین استهزا میکند، انکار میکند. همه اینها کفر اکبر و شرک اکبر است. در نزد این خوشقلم و این فربهک و این احمق کوسه و غیره این کفر اکبر و شرک اکبر برابری شراب نوشی، زنا کردن و دزدی بوده است. انا همچنین دلیل آوردن. ما چی میگیم؟ ما که در گناه کبیره منهجی به اجماع سلف هستیم، الحمدلله در جماعت هستیم، در جماعتی مسلمان ها هستیم که تکفیر نمیکنیم و تکفیر کننده ها در را ضال و مضل و خوارج میگیم و ما به خوارج ها رد زدیم و شما حلقه درسی ما را دیدید. ما به ابو محمد کردی زندیقی که همه را به گناه کبیره تکفیر میکرد رد زدیم و این شما با خبر هستید. ولی ما بعد از گناه کبیره دیگر گناه را با ذکر میکنیم که این کفر اکبر و شرک اکبر است. حتی در بین این گناه کبیره و کفر اکبر شرک اکبر، شرک اصغر است که بخشیده نمیشود، حتما عذاب داده، در روز قیامت حتما عذاب میکشد و بعد از این داخل جنت میشد. بله صاحب شرک اصغر هم داخل جنت میشد اما حتما عذاب میکشد، حتما.
اما گناه کبیره عذابش حتمی نیست، در زیر مشیت الله است. فرق فهمیدید؟ جزوه گناه کبیره جزوش اگر کسی توبه نکرده رفت در زیر مشیت الله است. الله کسی رو خود عذاب میده، کسی رو خود میبخشه. اما صاحب شرک اصغر حتما اگر توبه نکرده بمیرد حتما در روز قیامت جزا میکشد، یا در عرصات قیامت یا در دوزخ و غیره، و بعد از این جنم میرد. اما کسی که شرک اکبر و کفر اکبر کرد و انجام داد و توبه نکرد و وفات کرد، ابدا دائما خالدا مخلدا در جهنم باقی میماند. شرک اکبر و کفر اکبر اینقدر گناه شدید است که ابن القیم الجوزی میگن که حتی آتش جهنم او را پاک کرده نمیتواند. برای همین الله به مشرکین و کافرین وعده ابدی خالدا مخلدن جهنم داده و برای اونها جنت رفتن را حرام کرد. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ان الله لا يغفر ان يشرك به ومن يرتد منكم عن دينه فيموت فهو كافر فاولئك اصحاب هم فيها خالدون فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. این آیات ها جزای کسانی که کفر اکبر شرک اکبر کردند، خودشون مسلمان میگفتند، مرتد شدند، توبه نکردن، مردن. ببینید الله چی میگه. اما آیات های دیگر که این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، هر کسی که خودش به عمدن کشد پیامبر اینو شر دادن، جزای اینا دیگر است. یعنی ببینید ما فرق گذاشتیم، بله گناه کبیره و شرک اکبر کفر اکبر. مذهب ما رو فهمیدید. هر کسی که کفر اکبر شرک اکبر کرد، نماز میخوند، شهادتن میگفت، نماز میخوند، این آدم حتما بعد از کردن شرک اکبر کفر اکبر کافر است. دلیل همین که در زمان پیامبر مسلمان های بودند که ظاهرا مسلمان بودند، ظاهرا اومدن به نزد پیامبر گفتن که اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، نماز خوندن، زکات دادن، ریشه موندن، نماز با پیامبر میخوندن، میگشتن. از باطن اونها ما با خبر نیستیم و وظیفه دارم نبودیم و پیامبرم وظیفه دار نبودن که باطل اونها رو فهمن. خیلی که در حدیث اومده است که پیامبر خودشون میگن لست مأمورا بشق قلوبهم، من مأمور نیستم به او کما قال صلی الله علیه و سلم با کوفت و کو کردن قلب اونها. یا حدیث دیگری که حدیث اسامه بن زید ابن حب النبی صلی الله علیه و سلم که وقتی که در جهاد، وقتی که اسامه بن زید رضی الله عنه با مشرکین می جنگیدن، با یک مشرک جنگیدن در آخر او قوهش نرسید، شکست خورد. یک باره اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله گفت. اسامه گفتن که این از ترس گفت، این دروغ گفت، از ترس گفت و زدن سرش و کشت. خبر به پیامبر رسید. پیامبر گفتن که اقتلت رجلا قال لا اله الا الله، اقتلت رجلا يقول لا اله الا الله. تو مرد رو کشتی که لا اله الا الله گفت، تو مرد رو کشتی که لا اله الا الله میگفت. اینقدر چندین مراتب تکرار کردن که اسامه بن زید گفتن که آرزو کردم که من ای کاش تو امروز نو انکنون همین روز نو مسلمان میشدم. و پیامبر گفتن که من امر نشدم که قلب انسان رو ببینم. یعنی حکم به ظاهر است. شهادتن گفتن، نماز خوندن، آمدن مسلمانن، در نزد پیامبر اینا مسلمان بودن. اما همین کسانی که ظاهرا مسلمان بودند اگر یک روز از روزها روند و کفر اکبر و شرک اکبر رو کنن کافر میگفتن، اما گناه کبیره رو کنن کافر نمیگفتن. مثلا مسلمان ها همه جهاد به همراهی پیامبر به جنگ تبوک رفت. به طرف تبوک، جنگی که به اهل کتاب باید میشد نشد، قدر الله ما شاء فعل، 20 روز استودن در اونجا. بالاخره کسانی که همراه پیامبر رفته بودند ظاهرا مسلمان بودند، استهزا و مسخره و شوخی کردند. الله سبحانه و تعالی تکفیرشون کردن، پیامبر تکفیرشون کردن، همه صحابه و تکفیرشون کردن. الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرد در سوره توبه ولئن سألتهم ليقولون كنا نخوض ونلعب بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم. وقتی که از این استهزا کنندگانی که به دین الله، به الله، به آیات الله، به رسولش استهزا کردن میپرسی که چرا این کارو را کردید، میگن که ما مقصد ما کافر شدن و اینا رو نمیدونستیم، یک بازی و شوخی کردیم، عذر ما را قبول کنید، مقصد ما کافر شدن نبود، ما یک بازی شوخی کردیم، یک وقت خوب گذراندنی کردیم. الله سبحانه و تعالی به آنها گفت که آیا به الله و به رسول، به آیات الله و به رسولش دارید استهزا و شوخی میکنید؟ دیگر مثلا دیگر چیزی نمون که به الله و آیات الله و به رسولش استهزا میکنید. به تحقیق کفرتم، کافر شدید بعد از ایمانتون. تفسیر سعدی را ببینید، همه تفسیر رو ببینید، میگن که اینها کسانی بودند که ظاهرا مسلمان بودند، مؤمن بودند، اسلام بودند، ظاهرا به اسلام داخل شده بودند،
اما به همین استهزایشان که کفر اکبر است از اسلام برآمد. قد کفرتم، به تحقیق کافر شدید به همین استهزاء و شوخی که به الله و آیات الله و رسولش کردید. بعد ایمانکم، الله به اینها ایمان اثبات کرد. یعنی اینها مسلمان بودند، ایمان داشتن، ایمان ظاهری. ظاهرا اینها مسلمان بودند، پیامبر به ظاهر کرده ظاهرشون مسلمان بود، اما بعد از این که ظاهرا استهزاء کردند و کفر کردند، الله سبحانه و تعالی تکفیرشون کرد. یک نفر استهزاء کرد، 4-5 نفر دیگر خاموش اینه گوش کرده خندیده ایستادند. الله هم استهزاء کننده و هم گوش کننده استهزاء که گوش کرده رد نکردن تکفیر کرد. این تنبیه هست ای کسانی که این سگانی اردوغان، این طاغوت پرستان، این ابراهیم قاش و عبدالله قلزاده، این جاهلی کوسه اشعری زندیق، این جهمی ها را، این طاغوت پرستان را گوش میکنید، بندگان این قرضاوی را. شما دانید که وقتی که اینا کفر را میگوید، شرک را میگوید، کفر شرک را مینویسد، به شما لایک میمونه، در روز قیامت در نزد الله جواب میدید. به کفر لایک، به شرک لایک، به کفر شرک لبیک، جزاش در نزد الله میبینید که چی است. اما من به شما میگم که در زمان پیامبر یک نفر استهزا کرد، یک نفر کفر گفت، 3-4 نفر همراهش خندیده جیم ایستادند. از درون این 4-5 نفر یک نفر خست و به نزد رسول الله رفت، یک نفر را کافر نگفتند، اما باقی مانده ای که یک نفر استهزا کرد، 4-5 نفر دیگر خاموش ایستاد، اینها را بالعموم الله تکفیر کرد، رسول الله تکفیر کرد. برای همین علما میگن سبحان الله. ببینید من اعتقاد میگم، علمای نشد، هر کسی که اعتقاد کند که من قال الشهادتين، من قال بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله. هر کسی که نماز خواند، هر کسی که شهادت نگفت، هر کسی که نماز خواند، روزه داشت، مسلمان خودش اعلان کرد، هرگز این تکفیر کردن درست نیست. اگر چه عبادت غیر الله را کند، میگن که این خودش یک گمراه و ضال مضل و کافر است. حالا لا اله الا الله را نفهمید. عقیده اینا همین است. ببینید عقیده این گمراه ها همین است که میگویند هر کسی که این آدم مسلمان است اگر چی 100 کفر شرک کند. برای چی عقیده را میگن؟ برای اینکه این استاد زندیقشون عیناً همین عقیده را گفت که در آینده ما این قرضاوی را عقیدهش را یک به یک به شما از کتاب خونده، یک حلقه معین رد سوم به اینها میدیم، عقیده قرضاوی را به شما بیان میکنیم که چی میگوید و 10 کتاب نامهایش را میگویم که شما عربی دانها روید کتاب قرائت کنید، نگوید که ابو محمد از خودش ساخته گفت. یگان چیزی رو من از خودم هرگز نگفتم و نمیگویم. من یک طالب علم عادی اهل سنت در جماعت هستم که پیروی قرآن و سنت با فهم سلفین اومد که شب و روز در مطالعه هستم. پس بارک الله فیک. برای چی داره آقای حضرت عمر نسو؟ برادران و خواهران عزیزم اهل توحید، این کسانی که شما به یک چشمی امید نظر میکردید، فکر میکردید که انشاء الله اینها حق ظاهر میکنند و باز آشکارتر میشوند، یا که میگفتید که اگرچه اینها در بسیار مسائل عقیدوی و توحیدی صحبت نمیکنند لیکن صحبت های خوب دارند، انشاء الله دعا میکنیم که روز از روزها با بهتر شوند. همه من و شما فکر میکردیم که دعا میکردیم که بهتر و افضلتر شوند. اینها برآمدند بدون یگان سبب هجومی احمقانه، جهمیانه، قرضاویانه، سگان اردوغانانه شروع کردند اهل سنت را خوارج گفتند. دلیلشون این بود است که سلف صالح گناه کبیره کرده را تکفیر نمیکردند. احمق جهلا نمیداند که ما عقیده بر یعنی اینا یعنی چی؟ کفر اکبر، شرک اکبر نشناخته است، توحید نشناخته است. الاشیاء یعرف بضدها میگیم. ما چرا وقتی که میگیم که تا زمانی که شرک اکبر، کفر اکبر را نآموختی و نفهمیدی، تو توحید را نمیفهمی. برای آنکه هر یک چیز به ضدش فهمیده و کامل کرده میشه. وقتی که این جهلا شرک اکبر، کفر اکبر را نفهمید، توحید را نفهمید و به سبب نفهمیدنش شرک اکبر و کفر اکبر، یکم توحید نمیفهمد، دوم چی میشود؟ الولاء و البرا را به جای خودش کرده نمیتواند. مشرک را مسلمان گفته موالات میکند، مسلمان را کافر و خوارج گفته براءت میکند. کفر شرک که نفهمید طاغوت را عبادت میکند، اطاعت میکند، مسلمان میخواند. شرک را اسلام را شدت و خوارجی میگه. الله خورشون بکند که خوارج کی است نشناختن
خوارج به گناه کبیره تکفیر میکنند. اهل سنت و الجماعت به خوارج در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر، در مسئله اسم را گذاشتن مشرک و کافر اختلاف ندارد. در مسئله کفر اکبر شرک اکبر اهل سنت به خوارج ها در مسئله خون اختلاف دارد، زیرا که خوارج ها هر کسی رو که یک نفر همین هر خوارج یک کس کافر گوید میروند و یک بار قتلش میکنند. اما اهل سنت یک نفر مرتد باشد هم مرتد حکم کنند هم قتلش رو به دست حاکم میگذارند و هیچ کس حق ندارد که قتل بکند و حاکم هم یک بار حق ندارد، بلکه این مسئله استتابه است که امروز در حدیث 15 در حدیث 14 40 النووی در شرح حدیث به شما بیان میکنیم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني النفس بالنفس المفارق للجماعه وفي روايه اخر المفارق للاسلام والتارك لدينه وفي روايه تارك للاسلام ومفارق للجماعه. كمونه من تارك لدينه وتارك للاسلام ومفارق الجماعه ترش فهمتي چی ما نجيب حنبلي نظر بك مجله اول صفحه 32 بالاخره اهل سنت و الجماعت اختلافشون با خوارج در مسئله گناه کبیره است که خوارج ها به گناه کبیره تکفیر میکنند، اهل سنت نمیکنند. و دیگر مسائل هست که هر کسی خوارج رو فهمیدن میخواهد خواهش میکنیم حلقه های سلسله حلقه های ما که 30 و 40 رفته شده است مطالعه کنید. بالاخره عاقبت این است که از توحید بیخبرند و گناه کبیره را از شرک اکبر کفر اکبر جدا کردن نمیتوانند. آیات ها و احادیثی که درباره گناه کبیره آمده است که به این حد است، جزا هست، مثلا تربیه هست، اما به این باز جنازه خوانده می شود، اگرچه امام نخواند هم این بابی تعلیم و تربیه، به این ششته جنازه خوانده به گور گورانیده به این رحمه الله گفته می شود، این مسلمان است. اما به کفر اکبر شرک اکبر که این الله گفت که در سوره نساء 2 مرتبه و یکیش در سوره آیت 48 و یکیش چند و یشرک به و فرما دون ذلک لما یشاء، الله نمی بخشد هر کسی را که شرک اکبر کفر اکبر رو کردند و وفات کردند بدون توبه، الله نمی بخشد، جهنم است، جهنمی هستند. و در آیات دیگر گفت ان الله انه ما یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. به درستی که هر کسی که به الله شریک را قرار داد، مشرک شد، عبادت غیر الله را کرد، برای او جنت حرام است و بازگشت او جهنم است. و الله سبحانه و تعالی تکفیر کرد مشرک را و گفت و ما يدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. انه لا يفلح الكافرين كافرون. بله الله سبحانه و تعالی در این سوره مؤمنون 117 بود که در اینجا الله سبحانه و تعالی میگوید که 17 بله که میگوید الله سبحانه و تعالی به درستی که هر کسی که و ما يدعو دعا میکند مع الله همراه الله اله دیگری رو، یعنی هم الله عبادت میکند هم غیر الله، یک ذره از عبادت رو به غیر الله انجام میدهد در حالتی که اون برهان حجت ندارد، حساب کتابش در نزد الله است و الله کافران رو هدایت نمیکند، یعنی کافر است. و الله سبحانه و تعالی به مرتدهایی که خودشون را مسلمان میگفتند و از اسلام برآمدند و یعنی به یکی از نواقض اسلام گرفتار شدند و مرتد شدند، الله سبحانه و تعالی چی در سوره بقره آیه والله اعلم خطا نکنم 217 بود اگر از ذهنم گفته شده که الله سبحانه و تعالی میگه و من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. هر کسی که از شما ای مسلمان ها ریده به واقع میشود، از دینش بیرون میشود و میمیرد در حالتی که کافر است، فهبطت اعماله همه عملش حبیطه میشد و همچنین انسان های مرتدی که توبه نکرده میمیرد عاقبت جهنم و خالدن در جهنم میموند. تمام 4 مذهب رو نظر بکنید در آخر کتاب فقه از همه آخرترین مسائل به نظر کرد که احکام المرتد، جزای مرتدین، احکام مرتدین، این جزا که از باب فقه است که چگونه و غیره و کی انسان ها مرتد میشوند 4 مذهب نوشته، یعنی 4 مذهب مسائل احکام المرتدین رو نوشته، 4 مذهب در باب نواقض الاسلام صحبت کرده، 4 مذهب همین عقیدهشون یک بود، 4 مذهب عقیدهشون یک بود که به گناه کبیره کسی تکفیر کافر نمیشه، اما به کفر اکبر و شرک اکبر کافر میشه. هم عقیده ابو حنیفه رحمه الله، هم عقیده مالک و هم عقیده امام الشافعی و امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی. و گناه کبیره تکفیر نمیشود و به کفر اکبر و شرک اکبر کافر میشود و به ردت داخل میشود و جزاش رو معلوم کرد.
از قرآن و سنت. اما اینها همین نمیدونن. در نزد اینها کفر اکبر شرک اکبر اصلا وجود ندارد و اینها چی میگن؟ کفر اکبر شرک اکبر به مانند گناه کبیره است. هر کسی که کفر اکبر شرک اکبر را به مانند گناه کبیره معامله نکند این را خوارجی میگن. یعنی در نزد اینها یعنی قرآن خوارجی، سنت خوارجی، اعتقاد سلف صالح خوارجی. همین را میگن جهمیگی و بال و مدلی. پرهیز کنید تا گمراه نشوید. پیش از این که علم را از کسی شنوید، دین را از کسی بگیرید، مردم احتیاج باشه. محمد ابن سیرین میگن چخیلی که امام مسلم رحمه الله در مقدمه صحیح مسلم آوردن که العلم دین فانظروا من اين تاخذون دینکم. علمی که تو از یک نفر میشنوی و میگیری این دین است، یعنی تو دینت را گرفته شده. وقتی که علم شرعی را از یک نفر گوش میکنی، اعتماد میکنی، تو از او دینت را گرفته، دینت را به او اعتماد کردی. برای همین تو سنج بسنج پیش از این که از کسی دین میگیری. سنج، ببین و بفهم که همون نفره که تو از او دین می آموزی از کدام منهج است. و من شما خوب میدانیم که فرقه ها، منهج ها، طائفه ها، مذهب ها گوناگون است. یگانه نجات یافته چی است؟ قرآن و سنت است، در اساس خودی کلام الله که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینو اتوا دلالت میکرد که قرآن و سنت و اینها مصدر اصل هستند که از اینها میگیری. و اما قرآن و سنت رو که تو به فهم خودت فهمیده نمیتونی، چگونه باید فهمید؟ فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایمان بیارن مردم، میگه الله، به مانند که شما ای صحابگان ایمان آوردید هدایت مییابد. یعنی فهمی تو به مانند فهمی صحابگان، عملت به مانند عملی صحابگانی که پیامبر به آنها تعلیم دادن باشه. یعنی قرآن و سنت رو به فهم صحابه فهم پیامبر گفتن تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برای شما گفتن واجب است و ضرور است که چنگ بزنید به سنت من و به سنت خلفای راشدین مهدیین و چنان سخت گیرید که گویا به دندانهایتون هم گرفته شدید. اصلا سرد ندید، سخت گیرید، سخت گیرید، سخت گیرید سنت و فهم صحابه. و بعد از این دور شوید و برای شما حرام است که چیزهای ناپیدا شده بروید. لطفا دور گیرید از چیزهای ناپیدا شده، عقیده‌های جاهلانه. زیرا که هر چیزی ناپیدا شده در دین بدعت است و هر یک بدعت عاقبتش ضلالت و هر یک ضلالت عاقبتش نار جهنم است. انکنون و همه من شما میدونیم که در زمان سلف بدعت ها به وجود آمد. خوارج قسمش غلو نکرد و قسمش غلوی است که حتی ملتی یکی از علمای متقدمین یجب تکفیرهم میگه. تکفیر کردن خوارج های واجب است میگه. خوارج هایی که یک قسم نجداد، یک قسم از جهمی های عبادی و یک قسم از ادریجه بویسی و غیره بود. و بعد از این قدریه ها که احمد ابن حنبل غلات اینها را تکفیر کردند. اجماعی سلف صالح که قدریه های غلات تکفیر کردند و با قدریه غیر غلات به اختلاف شد. و به اجماع سلف صالح مذهب سوم که این جهمی است، پیروان جهم بن صفوان تکفیر کردند. پر از این نقل ها در کتب است و ده ها سخن های سلف صالح است که انسان های معین را تکفیر کردند، از قدریه ها، از خوارج های غلات و از جهمی ها و از جاحظی ها و از معتزله ها، ابن ابی داود، مأمون و غیره. و بارک الله فیکم. این چنین مرجئه هایی که اینها بدعتشون بدعت کفری نبود اما بدعت بود، چقدر سلف صالح رد زدن. مرجئه ها را مبتدعتون ضلال گفتن. مرجئه ها مبتدع ضلال هستند گفتن به اجماع در کتاب اساس و اعتقاد الدین، اجماع سلف همه علما. حالا که این علما که من حالا به شما نقل میکنم، علمای سلف، علمای هم مدینه، هم مکه، هم از عراق، بصره و کوفه، از شام، دمشق، از مصر و از فلسطین و از این طرف از یمن و از خراسان زمین و از افریقا، جزایر و اون طرف مراکه، همه علما و بخصوص علمای خراسان فارسی زبان و ماوراء النهر و بگویم خراسانی کبیر در این وظیفه، در این مسئولیت باز خودشان را زیادتر خدمتشان را نشان دادند. الله همه این علمای اهل سنت و الجماعت را که هزاران نفر بودند تا کتاب رو با ما نوشتن. ابو زرعة الرازی که این کتاب نوشته از بجو، ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی، حرب بن اسماعیل کرمانی، عثمان بن سعید الدارمی، عبدالله بن مبارک و غیره، اسحاق بن الرحوی، محمد بن نصر المروزی، ده ها علمای سلف صالح که اجماع را نقل کردن کتاب نوشتن از جای ما بود. محمد بن نصر المروزی در سمرقند، اینش هرمی و غیره.
اینها آمدند همه علمای سلف را، تمام علمایی که در همه منطقه ها هست، از خودمون سر کرده تا غیر خودمون، همه را انکار کردند. همه را خوارج و بال و مدل میگن. یک قرضوی و یا این اشاعره و ماتریدی که بعد از زمان سلف به وجود آمد. اشعری و ماتریدی در زمان سلف صالح نبود. بیاید یک نفر با من اثبات کنه که در زمان سلف صالح بود. نبود. پس این یک بدعت است، ضلالت است. کمترین درجه بدعت و ضلالت است. اگر کسی حقیقت اشاعره ماتریدی را فهمیده خواهد، به اون 50 حلقه که ما کردیم رود گوش کند که اینا چقدر کفریات دارند. الله در باره بودنش انکار میکنه، پای الله انکار میکنه، چشم الله انکار میکنه، دیده شدن الله انکار میکنه. اهل سنت مجسمه میگن، بت پرست میگن. اشاعره و ماتریدی میگن که هر کسی که الله در بالا آسمان گفت بت پرستی کافر است میگن. این خوبسا انا همین نجم تیوی ببینید همینا اشعری هستن. خوبسا از همه بدترین اشعری، یک حزبی خائن به این امت، قرضوی را به خودشون امام گرفتن و هر کسی که مخالف قرضوی است اون را خوارج میگن. اخزاکم الله قبحکم الله، اخزاکم الله قبحکم الله. مسلمان ها بگویید چهرهاشون الله واضح کنه، چهرهاشون الله واضح کنه. خودتون شما به دست خودتون، به زبان خودتون از آبروی از این مکانتون خودتون رو بیرون کردید. به دست و زبانتون خودتون را نشان دادید و آشکار کردید و شرمنده کردید. ولا تلومن الا نفسک، ملامت نکنید شما بجز نفسای خودتون. اما الا من اتبع الهدى. با همین صحبتمون را رد دوم را به پایان میرسونیم و ان شاء الله رد سوم میبینیم که در کدام موضوع است. فکر میکنم درباره تکفیر است که اینها یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که در صحیح بخاری و سنن آمده است که میگویند که من دعا رجلا بالكفر وعدو الله فليس كذلك الا حار عليه اذا قال الرجل لاخيه يا كافر الا فقد باء به احدهما و غیر این سندها. این همیشه اثبات کرده، صحیح بخاری است، بله قول علما را آورده و این مثلا به اینا به یک درس میتیم. قول ردی ان شاء الله سوم. رد چهارم با موضوع ها هست که مقاله اینها رو دیده به هر یک مقالش رد هم خطی و هم بالاخره صدایی جواب خواهیم داد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.